هر کسی که در داخل از این قلعه بره او دیگه زنده نمیمونه. این قلعه که 7 طبقه‌ای میشه دم آفتاب میگیره و خانه از این بابا یا این پیر مذهبی آفتابش گم میشه، خانه تاریک میشه. اما جالب اینجاست که در پیش روی از این قلعه از طرف دولت هندوستان یک لوحه زده شده و در این لوحه نوشته است که هیچ کس اجازه نداره از طرف شب در این قلعه بمانه، چون این قلعه خطرناک است و خطر است که جانت از دست بدی. هر کسی که از قانون سرکشی کرده رفت داخل قلعه شب گذرانده مرده، در زیر سنگ کشته میشه، سنگی را زیر میگیره و این بابا کشته میشه. اما در این شکی نیست که جن وجود داره. دوستان عزیز سلام. یک قصه بسیار جالب و وحشتناک آوردیم، اما ای که ای حقیقت داره یا دروغ است ای را من نمیفهمم، اما من نظر به اونمو باور مردم اونمو شهر برای شما این قصه را جور کردیم، این ویدیو را جور کردیم و شما ببینه لذت ببره. ای که باورش میکنه نمیکنه او کار خودت، اما تا آخر باشه. قصه بسیار جالب است و پشیمان نمیشه. دوستان عزیز، در ایالات راجستان هندوستان یک قلعه بسیار بزرگ تاریخی موجود است به نام بانگڑ. گفته میشه که هر کسی که در داخل از این قلعه بره و شب بمانه او دیگه زنده نمیمونه، یا در این قلعه میموره، سکته میکنه و یا به یک شکل دیگه بالاخره کشته میشه. بسیار زودی کشته میشه و میموره، چون در داخل از این قلعه بعضی مخلوقاتی است که او خوش ندارند کسی از طرف شب در داخل از این قلعه بیایه و بر از او مزاحمت کنه، و اگر کسی قانون بشکنانه شب بره در داخل از این قلعه مورد نفرین از او قرار میگیره و او شخص میمره. این قلعه در راجستان موجود است و در داخل یک شهر ویران موجود است، یک شهری که تقریبا 500 سال قبل ساخته شده بود و این شهر دوباره ویران شد و این قلعه بزرگ در داخل امی شهر موجود است. اما جالب اینجاست که در پیش روی از این قلعه از طرف دولت هندوستان یک لوحه زده شده و در این لوحه نوشته است که هیچ کس اجازه نداره از طرف شب در این قلعه بمانه، چون این قلعه خطرناک است و وحشتناک است و خطر است که جانت از دست بدی. شما خودتان فکر کنید که خود حکومت این لوحه را زده و این قلعه پیره‌دار هم داره، به این خاطر که شام وقتی شد مردمی که برای دیدن از این قلعه میآیند تا شام باشن و قبل از تاریکی پیره‌دارا او را بیرون بکشن و کسی را اجازه ندن که در داخل قلعه بمانه. و گفته میشه که هر کسی که از قانون سرکشی کرده رفت داخل قلعه شب گذرانده مرده یا کشته شده به یک شکل. و می خاطر یک چند قصه های بسیار جالب از این قلعه موجود است که من برای شما یک تا میکنم و داستان خود از این قلعه را که چرا این قلعه به این شکل شده او را هم برای شما میکنم. لطفاً تا آخر باشید. دوستان عزیز، یک قصه این است که 3 دوستای جوان تصمیم میگیرند که ما میریم و شب در داخل از این قلعه سپری میکنیم تا ببینیم در داخل از این قلعه چیست. یا که میاین پیره‌دارا یا را چون شب میباشه اجازه نمیدن، اما این 3 نوجوان به یک شکل پیره‌دارا را فریب میتن و داخل قلعه میرن. داخل قلعه که میرن چون بسیار تاریکی میباشه چراغای دستی را یا چالان میکنن، اما به خاطر تاریکی زیاد بسیار جای کم میتونن که ببینن، یعنی دیدشان ضعیف میباشه و بالاخره یا قدم زده در تاکویای از این قلعه میرسن و بالاخره در یک نقطه میرسن که در اونجا یک چای خشک میباشه، یک خندق بسیار چقر و یکی از این 3 نوجوان در اون خندق میفتن. 2 دوستای از این دل گرده را 100 گرده میکنن و داخل چا به یک شکل میشن داخل می چقوری و این دوست خود میکشن. ای چون زخمی میباشه دوست خود عاجل میگیرن بیرون قلعه میبرن و در موتر میشینن که برن شفاخانه. اما در مسیر راه موتر از یا تکر میکنه و هر 3 از یا در می حادثه کشته میشن. مردم این منطقه به این باور است
که یا چون قانون قلعه را شکستاندن برای مخلوقات دیگه در داخل قلعه است، برای از او مزاحمت کردن، به می خاطر یا دچار نفرین از این مخلوقات شدن و یا کشته شدن. البته دوستان عزیز، من به این چیزا خودم خود باور مثلا ندارم به تو قصا، ولی چون مردم همی شهر اینمی گپا را میزنن، این داستان ها بسیار مشهور است در هندوستان، این قلعه بسیار مشهور است، من برای شما فقط مثل یک فیلم واره ویدیو را میسازم. این سه نوجوان کشته میشه. یک قصه مشهور خو اینمی قصه بود. اما بیایی که نال قبل از اینکه سر بعضی قصای دیگه بریم، سر خود قلعه بریم که در این قلعه چی گپ شده. مردم به این باور است دوستای عزیز که مردم دو قصه را میکنن مربوط از این قلعه. دو قصه را مردم میگن که در قرن 15 یک پادشاه بود. این پادشاه میخواست که برای پسر کوچک خود یک شهر بسازه، یک شهر جدید. پسر کوچک از این میره یک منطقه را انتخاب میکنه که در اینجا شهرش ساخته شود. اما در این منطقه یک بابا یا یک پیر مذهبی هندو زندگی میکنه. برازی امی وزیرایش میگه که تو باید از پیر اجازه بگیری. این میره پیش امی بابا و برازی میگه که من میخوایم یک شهر بسازم، دمیجا برای من اجازه میتی. بابا میگه که من برای تو اجازه میتم، اما به یک شرط. تو نباید خانه از این شهر را به اندازه بلند بسازی که آفتاب خانه مرا دمشه بگیره. یعنی خانه‌ای که تو میسازی نباید بالای خانه من سایه کنه. اگر این کار قبول داری یه مشکل نیست، اما اگر تو خانه بسازی که خانه مرا تاریک بسازه، باز تو دچار مشکل میشی. یعنی من بددعا میکنم برای پسر پادشاه قبول میکنه، در اینجا شهر میسازه، یک شهر بسیار زیبا و بسیار مقبول که به نام بانگر ایشار نامیده میشه. در داخل از این شهر 9000 فامیل زندگی میکرده و پسر پادشاه دمیجا برای خود یک قلعه 4 منزله میسازه، 4 طبقه‌ای. و بالای خانه از این بابا، چون خانه فقط 4 طبقه میباشه، بلندترین خانه، کدام سایه تاریکی نمیفته. اما به مرور زمان و یک زمان نواسته می پادشاه جوان میشه و او اینمی خانه 4 طبقه‌ای را 7 طبقه میسازه. این قلعه که 7 طبقه‌ای میشه، دم آفتاب میگیره و خانه از این بابا یا این پیر مذهبی آفتابش گم میشه، خانه تاریک میشه و این بابا از اینجا مبرایه و بددعا میکنه و اینجاست که فقط در بین 1 سال بالای از این شهر حمله میشه و تمامی شهر ویران میشه. این پسر پادشاه و نواسه پادشاه هم کشته میشن و این شهر تبدیل به یک ویرانه میشه. یک شهری که وقتی بری دیوالا کل چیزش موجود است، اما در بالای خانه هیچ چت نیست، چتا کلش افتیده و ویران شده. شهری که یک زمان رونق و بیروبار و کل چیز داشت، تبدیل به یک ویرانه میشه و این قصر یا اینمی قلعه بزرگی را که پسر پادشاه ساخته بود، این هم تبدیل به یک ویرانه میشه. این یک قصه بود. قصه دوم که مردم به او باور دارن، ایش به این شکل است که اینمی شهر وقتی ساخته شد، اینمی پسر پادشاه یک دختر داشت که بسیار مقبول و زیبا بود. دختر از این یک روز در بازار قدم میزد. اینمی بابایی که گفته شده دمی شهر بود، دمی شهر زندگی میکرد، بابایی که اجازه شهر ساخته نداده بود، این بابا پسر امی دختر پادشاه را میبینه. دختر پادشاه را که میبینه عاشق از این میشه. اما این بابا میفهمید که پادشاه دخترش برای من میده. به می خاطر پادشاه یک بوتل عطر بالای جادو میکنه و به یک دکاندار میده که ایره به دختر پادشاه بده. زمانی که دختر پادشاه بخواد این عطر در جان خود بزنه، جادو بالای از این تاثیر میکنه و این عاشق بابا میشه و میای پیش از این بابای جادوگر. اما زمانی که دختر پادشاه در این دکان میای عطر میگیره، این دختر پادشاه مشکوک میشه و این عطر میزنه در بالای یک سنگ بزرگ. عطر مشکنه و جادویی که در عطر بود بالای سنگ تاثیر میکنه. به یک شکل سنگ عاشق بابا میشه و لور خورده میره پیش بابا. اما بابا در زیر سنگ کشته میشه. سنگی را زیر میگیره و این بابا کشته میشه. بابا که کشته میشه، اینجاست که قبل از مردنش بابا بددعا میکنه که بددعای من دختر پادشاه و یارا بگیره. و اینجاست که 1 سال بعد بالای از این شهر حمله میشه. دختر پادشاه در قلعه بزرگ کشته میشه. خود پادشاه کل از این شهر مردمش نیمش کشته میشه، نیمش فرار میکنه و این شهر تبدیل به یک ویرانه میشه.
تبدیل به یک ویرانه میشه و بعد از او این شهر اما تو میمانه و این قلعه چون در داخل از این پادشاه دختر پادشاه کل از یا مرده بود و این بابای جادوگر هم در پیش قلعه مرده بود. این تبدیل به یک قلعه وحشتناک میشه به این معنا که حال هر کس که بیاید این قلعه باشه و در تاریکی شب باشه ارواح اینمی دختر پادشاه و اینمی بابای جادوگر به جان از این میآید یا اگر این فرار هم کنه ایره در بیرون هم نمیمانه ایره میکشن. چند قصه کوتاهی دگان براتون کوتاه از این قلعه میکنم. گفته میشه که دختر فیلم هندوستان ممتا کلکرنی وقتی در فیلم کرن ارجن رفته بود راجستان کجا شوتینگ کنن در بین می قلعه رفته بود یک دفعه یک قسمی که جن بگریشه یک باره یک رقص هم تو دیوانه وار شروع میکنه بدل خودم تو یک رقص دیوانه وار شروع میکنه و گفته میشه که سرازی این قلعه تاثیر کرده بود. دیگه گفته میشه که یک ژورنالیست هندوستانی با یک همکارش رفته بود در این قلعه تا یک گزارش جور کنه اما از قلعه وقتی پس برمیگرده در مسیر راه موتورسیکلش خراب میشه. موتورسیکل یا خراب میشه هرچی میکنن چالان نمیشه و در پیش روی خود میبینن که یک شخص استاده است. شخص به یا میگه که او در پشت شما میآید یا که پرسان میکنن که کی در پشت ما میآید میگه تو خودت میفهمی و این شخص از اینجا گم میشه و دوباره موتورسیکل از یا چالان میشه. خود دوستای عزیز به می شکل قصه ها بسیار زیاد است. یک جوان دیگه یک پودکاست کرده بود یک جوان هندوستانی و او میگه که ما در این قلعه رفتیم در تاریکی شب 2 نفر بودیم در یک اتاق در یک کلکی ما فکر کردم که یک دختر استاده است و زمانی که نزدیک از این کلکین رفتم که ببینم صحیح دختر تبدیل به یک پشک شد و ما از قلعه فرار کردیم گریختیم اما تا 100 کیلومتر هم ما در هر جای همین پشک هم میدیدم همین پشک سیاره ما میدیدم دیگه. به این شکل دوستای عزیز قصه ها بسیار زیاد است اما جالب اینجا است که خود حکومت هندوستان هم به این باور شده که بله این قلعه وحشتناک است خطرناک است و کسی شب در داخل از این قلعه نره. 10 نفر پیردار در این قلعه می باشه چون در این قلعه روزانه هزاران نفر می برای دیدن از اینجا و این پیردارا میگن که شب که میشه ما حتی در نزدیک دروازه نمی باشیم و دور می باشیم از اینجا چون ما صداها را میشنویم ما بیادر صدای قدم زدن را میشنویم ما صدای چیق یک خانم را میشنویم که مثل که کمک بطلبه در درد باشه ما صدای چوری و پایزیب را میشنویم و تو گپا را میزنن. دیگه دوستان عزیز اینال ای که ای چه واقعیت داره یا کل از این قصه های ساختگی و دروغی است ایره خداوند پاک میفهمه اما در این خود شک نیست که جن وجود داره. در این خود کل ما باور داریم خداوند پاک جن خلق کرده اما اینی روح و ارواح و اینی چیزا دوستای عزیز ای که بیادر در خانه می باشه و می مانه و بیادر یا بابای جادوگر مرده بود و روحی از او پاییده و جادوی از او پاییده این چیزا دیگه بیادر و قدر کدام اسناد قوی نداره که این چیزا را تایید کنه. جادو است جادو موجود میشه جادو حق است یعنی است موجود است ولی کسی که جادو میکنه او تقریبا کافر است چون بسیار گناه از این بزرگ است. ولی این ارواح و اینی گپا را دیگه من در این چیزا قیچی ندارم ولی جن است جن گفتن میتونم جن در هر جای موجود است شاید این فعلا یگام تاش مرام ببینه اینجا موجود است ولی خداوند در چشم ما تو یک پرده را ساخته که ما جن و اینمی چیزا را دیده نتانیم چون ببینیم دیگه باز وضعیت خراب میشه به این خاطر سیستم پروردگار است. دوستان عزیز اگر ویدیو خوشتان آمد یک لایک سابسکرایب دیگه پا بکنه یکم شیر بکنه ویدیو را تا ویدیوی بعدی از ما و شما خداحافظ دیگه. ای که قصه را باور میکنه نمیکنه کار خودت